حضرت بعضی بلوگرها کنکورس تشکیل کرده بودیم. مانند لاتاری کنده بود. 500 سال بخریم اگه ماشین می‌بردیم می‌خوایم که مردم همه روش تشکیل کردیم. این تو درسته یا قیمور داره؟ این قیموری مطلقه بیش شک شبهه. هر عمل هر کاری که مقصد که مبلغ میمونی یا ای مبلغت بیشتر میگیری یا مبلغت ای دستت میره این قیموره. مطلق حرامه نعوذ بالله کسی اگر امر حلال بدونه ای دولت اسلام خارج میشه. اگر کسی ندونسته همی کار کرده باشه باید توبه کنه و پولی که این مردم گرفته است بر بگردونه بده. ای لوی قیمور از گناههای کبیره بسیار حکمش سخته. این الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خدای بزرگ در قرآن گفت شراب نوشی، قیمور بازی، میسرش قیمور بازی است. بت پرستی در پیش بت اپارتوفتن اینا نجاستی هستند از عملهای شیطانی. باید توبه کنه پولی مردم بر بگردونه بده و بفهمه که حرام قیمور چه جایی این کار که این جای شک شبهه نیست. بالفرض دو کس بیلیارد بازی میکنن میگه که کسی اگر بازی را پولکی نیست اینا مثال کسی میگه بازی را باخت سومی بیلیارد همون میده اون برای بازی پول میتی کو انمی قیمور میشه و حرام میشه که بازی کرده است که اون مرد باید پول امور بده نه که اگر همین شرط همین باشه که آدمی باختگی سومی بیلیارد میده یا که شرط قیمور حرام میشه هیچ جای شک نیست که عمل قیمور است حرام